ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 61. империяи кушониён که بنیادگذاران آن طایفه‌های تایویجی آریایی‌های شرقی بودند، با وجود همه قدرت و پهناوری که در عهد پادشاهی کنیشک سالهای 128 151 و سیشک 152 156 و هویشک 156 188 حدودهای افغانستان کنونی، هندوستان شمالی، قسمت زیادی آسیای میانه و ترکستان شرقی را فرا می گرفت، در عهد پادشاهان بعدینه کوشانی به سمت هندوستان کوچیده به قول جواهرلال نهرو تدریجاً با مدنیت قدیمه و مردم هند آمیزش یافتند. دیرتر آنها در زیر تأثیر مدنیت هند نفوذ و قدرتشان را از دست داده در عهد پادشاهی وسودیو 192-226 عاقبت گرفتار تنزل گردیدند. علل خصوص نفوذ آیین بودایی و فتح همواری‌های پهناوری وادی رودی گنگ سمت کشورکشایی‌های کوشانیان را به هندوستان روانه نموده، قدرت آنها را در وسط رود آموی و سیر می کاهاند. کاهیدن نفوذ کوشانیان باعث پدید آمدن چندین حاکمیت‌های خردی مستقل و نیم مستقل در پهنای ورارود گردیده، عاقبت تخت و بخت دولت متمرکز کوشانیان را در آسیای میانه از بین می برد. دیرتر سواران کوچی و سلحشور کداریان و هیتاریان به منطقه های سوخت و باختر سرازیر شده، این حاکمیت های خرد و ریزه را زیر تصرف خود آورده دولت توانای خود را تأسیس دادن می خواستند. در عین حال پادشاهان قدرت طلب ساسانی نیز به خاریگاه قلمرو کوشانیان با چشم طمع نگریسته قسمی زمین‌های مرو و خراسان را تا حدودهای رود آمو قصدی ضبط نمودن داشتند و می‌خواستند داد و ستد راه بزرگ ابریشم را پره به دست درآورند، زیرا مقام راه بزرگ ابریشم در زمان کوشانیان افزوده توسط قلمرو ساسانیان تا بریم، کنستانتینوپل، پالمیرا، ادیسا و اسکندریه رفته می رسید و از فروش متاع ابریشم سودی زیاده می داد. فصل بهاری عمر نیاگان آریایی ما پسی سرگشته، دوران کمالات و بار آوردن غنچه های نخستین فرا می رسید. تمدن آریایی نفوذ جهانی پیدا نموده، دهها دولت های خرد و بزرگ از فلات ایران تا کنار هند، از قلمرو توران تا کرانه های رود دجله و فرات تحت پرچم آن گرد آمده، عنصرهای نخستین ارزش‌های عمومی بشری و آیین‌های انسان دوستی را به عالمیان اهدا کردند. همین طریق ماورای رودهای آموی و سیر نه تنها گهواره تمدن آریایی بلکه وطن اصلی و خاستگاه اقوام آریایی تبار قلمرو آسیا، پایگاه نخستین و الهام بخش چندین آیینی دولتداری های آریایی، کیانیان، هخامنشیان، دولت یونانی اساسی باختر، اشکانیان پارت و کوشانیان گردیده،
برای انکشاف تمدن، تأسیس مرکزهای بزرگی علم و معرفت، گستریش رابطه‌های ممالک شرق و غرب و شهرت جهانی یافتن راه بزرگ ابریشم خدمتی بی سابقه کرده است. نیاگان آریایی ما در ایام رشد و نمو و شکوفایی بهار عمرشان یکی از قدیمترین تمدن‌های جهانی را آفریدند که بر پای دیواری افکاری بشردوستانه پنداری نیک، گفتاری نیک و رفتاری نیک استوار بود. گذشته از این، آنها نظامی مکملی دولتداری و اداره کنی، صنعت اصیل معماری و شهرسازی، طرز عاقلانه و متمدن مناسبت بین خلقیت و ملت‌ها، احترام آیین‌های مختلف دینی و جریان و مکتب‌های گوناگون علمی و فلسفی را برای نسل‌های آینده به میراث گذاشتند. باب سیوم، دولت ساسانیان و هیتاریان و رستاخیز واپسین تمدن آریایی در آستان ظهور اسلام. تشکل دولتداری ساسانیان و هیتاریان و فرارسی دوران نوی احیای تمدن آریایی. دوران نوی احیای تمدن آریایی فرا می رسید. در نیمه اول عصر 3 میلادی مسیح، امپریه های ابرقدرت کوشانیان و اشکانیان پارت که پشتیبان تمدن آریایی بودند رو به تنزل نهاده جای خود را به دولت‌های نوخیز می‌داد. چرخ تاریخ به گردش آمده نظام‌های خودکامه، نهادهای فرسوده و ساختارهای از مجرای حیات عقب مانده را ناعیان می شکست. مناقشه های درباری و نزاعهای قدرت طلبی، خصومت‌های مرزی و انگیزش‌های منطقوی، منفعت‌های اقتصادی و ضدیت‌های اجتماعی تخت و تاج پادشاهان سابقه را برافکنده، بجای آنها دولت‌های نو، ساختارهای مساعد سیاسی و اجتماعی و نهادهای تازه اداره کنی به طلبات زمان جوابگوی پدید می آمدند. تاریخی کهن آنگونه‌ای که بود و هست با چرخش‌های ناگهانیش بجای دولت اشکانیان پارت، دودمان ساسانیان و بر عوض کوشانیان طایفه نوی سلحشور و کوچی آریایی هیتاریان را به جبهه سیاست و آیین دولتداری آورده با احیا و رستاخیز دوباره تمدن آریایی و گستریش فرهنگ زردشتی مساعدت می کرد. تقریباً در طول 1 قرن بعدینه، یعنی انتهای عصرهای 4 و آغاز عصر 5 میلادی، دولت توانای هیتاریان سلطنت کوتاه مدتی کداریان را برافکنده، اول ولایت‌های شمالی کوشانیان قلمرو سوخت و باختر، سپس تخارستان و بدخشان را ضبط نمودند و به جای آن امپریه نوخیز خیش را تأسیس دادند. هیتاری‌ها، افتری‌ها یا خود یفتری‌ها از نگاه نژادی به همان شاخه‌های باقی مانده یویجی‌های خرد
و آریایی های تورانی منسوب بودند که اول از فشار قبیله های مقتدر و سیرشمار خونها، سپس اتحاد قبیله های سیانبی شکست خورده، اول به سمت کوههای تیبت، سپس به سمت جنوب و غرب پهناهای رود آموی و قلمرو باختر سرازیر شده، در عهد پادشاهی نخستین خیش افتائلتو در قلمرو باختر و تخارستان امپریای خود را تأسیس دادند. یکی از پادشاهان توانای هیتاری ها وخشونور سال 457 بدخشان و تخارستان را ضبط نموده، باقی مانده های قلمرو کوشانی ها را تا حدودهای گندخر، سیند و هند به دولت خود متحد کرد. در انتهای 10 ساله دوم عصر سیوم میلادی، در دوره‌ای که دولت کوشانیان رو به تنزل نهاده، در آسیای میانه لحظه های واپسین عمرش را به سر می برد، عیناً در همین دوره به پایه های دولتداری امپریای ابرقدرت اشکانیان پارت نیز لرزه فتاده جای خود را به دولت نوخیز ساسانیان میداد. دودمان ساسانیان اصلاً از قلمرو آریانای غربی، انیقترش مرزوبوم ولایت استخر پارس و نسب کاهنان آریایی برخیسته، خود را وارث قانونی هخامنشیان و ایران شهر باستانی می شمردند. پس از استیلای اسکندر مقدونی و آتش زدن شهر پرسیپال تخت جمشید، شاهنشاهی آوازدار هخامنشیان شهرت بی‌نظیرش را از دست داده، طی 4 عصر من بعد تحت وصایت امپریای اشکانیان پارت قرار داشتند و مقام سابقه سیاسی و اجتماعی و اصالت دولتداری خود را برقرار کرده نتوانستند. بجای خرابه های پرسیپال نچندان دورتر از آن، پایتخت نوی ایران شهر استخر قامت افراخته تدریجاً به مرکز مأموری و دینی ایرانیان تبدیل می یافت. در شهر استخر یکی از معبدهای کلان آتش پرستان واقع بود که ساسان بابای اردشیر بابکان یکی از کاهنان استخر و موبدی موبدان در عبادتگاهی اناهیتا بود. موافق معلومات تاریخ طبری بلعمی، ساسان جد اردشیر مردی بود مبارز، با 70-80 سوار برآمدی و ملیک نبود، ولیکن بدین دیه ها و روستاها مهتر بود و آتشخانه استخر به دست وی بود. پس ساسان را پسری آمد، او را بابک نام کرد. پس چون بزرگ شد، ساسان بیمرد و بابک هم به کار پدر بیستاد، به مهتری آن روستاها به نگاه داشتنی آتشخانه و همه استخر و هر کسی او را بزرگ همی داشتی. پس بابک را اردشیر بیامد. چون اردشیر 7 ساله شد، بابک او را به سوی چوزیهر برد ملیکی پارس و از وی بخواست که اردشیر بپذیرد، بپرورد و ادب آموزد و از پسی تیرای ملکی دارابگیرد او را بود. ملیک چوزیهر او را اجابت کرد و اردشیر را بپذیرفت و ملکی دارابگیرد او را داد از پسی تیرای. پس چون تیرای بیمرد، اردشیر شهری دارابگیرد بگرفت و در میان مردمان داد کرد و تواضع کرد و رعیت او را دوست گرفتند. مرزوبوم قلمرو پارس در این دوره زیر اطاعت دولت اشکانیان پارت بود که به هیئت خود تدریجاً قسمت شمالی ورارود، حدودهای شمالی خراسان،
ایران غربی و بین النهرین را متحد نموده، آیین دولتداری آریایی را پشتیبانی می کرد و رواج و رونق می داد. در حدودهای ولایت پارس در انتهای دولتداری اشکانیان پارت اکثراً پادشاهان خرد و حاکمان مستقل و نیم مستقلی محلی سروری می کردند که موافق عقیده مورخان با نفوذترین خاندانشان سلاله برزنگیدها به شمار می رفتند. از روی معلومات سرچشمه تاریخی کارنامه اردشیر بابکان که تقریباً در عصر 6 میلادی با رسم الخط پهلوی نگاشته شده است، پس از مرگ اسکندر رومی ایران شهر را 240 کدخدای ملوک و طوایف بود. اصفهان و پارس و نواحی نزدیک آن به دست اردوان سالار بود. بابک مرزبان و شهریاری پارس و گماشته اردوان بود. این پادشاهانی خرد که پیوسته به پرخاش و تلاش‌های بین همدیگری آواره بودند، در طول 100 ساله‌های من بعد، یعنی تا دوره به عرصه تاریخ آمدن ساسانیان، شهرت سابقه هخامنشیان و دولت توانای و متمرکز آریایی را برقرار کردن نتوانستند. گرچند کارنامه اردشیر بابکان به سر قدرت آمدن دودمان ساسانیان را رنگ و بار زیاد افزوده، از تولید و پرورش اردشیر و پیروزی وی بر اردوان و دیگر شهریاران ایران روایت می کند، به قول محقق توانا نیالده که در آن عنصرهای حماسی و اساطیری با واقعیت تاریخی آمیزش یافتند. اصلاً واقعیت تاریخ طرز صورت گرفته است که در انتهای حکمرانی بیش از 4.5 عصره اشکانیان پارت که بر اثر جنگ و جدالهای بیشمار با امپریای ریم خیلی ضعیف شده بود، دولت نوظهور ساسانیان به عرصه دولتداری آمد. اردشیر بابکان که سیاستمدار زیرک و لشکرکش قوی اراده بود، سال 221 با مدد پدر در دارابگرد قدرت دولتداری را صاحب شده، یکی پسی دیگر پادشاهان خرد ولایت پارس را مغلوب ساخت و ملک آنها را ضبط نمود. پس از چندی او کرمان، خوزستان، اصفهان و دیگر کشورهای ساحل خلیج پارس را به قلمرو دولت نمخیز خود متحد نمود و از وصایت امپریای اشکانیان پارت روی تافت. بعد مرگ بابک، پسرش اردشیر بابکان اکثر ملک‌های مستقل و نیم مستقل ایران غربی و ساحل‌های خلیج پارس را تصرف کرد و سیاست استقلال خواهی و مبارزه آشکارا را بر ضد اشکانیان پارت پیش گرفت. نماینده آخرین سلاله اشکانیان ارتبان 5 209-224 برای بازداشتن تنزل امپریای پارت کوشش‌ها به خرج می‌داد، اما افزودن مبارزه‌های داخلی و تلاش‌های درباری از یک طرف و کوشش‌های مرکزگریزی و رهیدن از اطاعت پارت‌ها از طرف دیگر اقتدار دولت را تا رفت بیشتر می‌کاهاند. علل خصوص رقابت آشکار و نهان دعواگران تخت شاهی برادران ارتبان 5 و ولاگیز 5 در سالهای 20 عصر 3 اوج گرفته، مرکزیت و قدرت دولت را تا رفت سست می کرد. در نتیجه این مبارزه ها دولت پارت عملاً 2 قسم شده بود که اکثر ولایت های از اطاعت حکومت مرکزی برآمده ظاهراً گویا پادشاهی یکی از برادران را
اعتراف می نمودند. عاقبت در یکی از محاربه های ضد ساسانیان سال 223 ولگیز 5 کشته شد و نیروی متحده اردشیر بابکان به مقابل برادری او ارتبان 5 روانه گردید. گذشته از این جنگ های طولانی و کشمکش های قدرت طلبی پارتها با امپراتوران ریم اوج تازه می گرفت. امپراتور ریم بسیان انتونین کاراکالا خیال کشورکشایی های اسکندری مقدونی را در سر پروریده یک باره به مقابل دولت پارت 7 لیگیان سربازان یککچین گواردیای امپراتوری و تریادهای یاری رسانی گرمانی ها را سفربر نمود. این محاربه های شدید آخرین قدرت امپریای اشکانیان پارت را ربوده، پایه های اقتصادی و نظامی آن را کاهانید و عاقبت با مغلوبیت ارتبان 5 در محاربه نیسیبین سال 217 و صلح طرفین انجامید. این صلح نااستوار بر بالای اندازهای موجوده تاوان گران جنگ را بر دوش پارتها افزوده، صبر و طاقت طبقه های مردم دارای و نادار را میکاهاند و در مرز و بوم این امپریای پهناور آشوب و ناراضگی می اندیخت. اردشیر بابکان از فرصت مناسب استفاده نموده در اطراف خود نیروهای از سیاست دولتداری پارتها ناراضی را گرد می آورد و اقتدار نظامی و حربی خود را دوچند می کرد. افزودن اقتدار اردشیر و تعارف بیشتر شدن جانبداران او در کارنامه چنین آمده است: چند مرد از مردمان پارس که از اردوان آزرده بودند دارایی و تن خیش پیش اردشیر داشتند و یگانگی و فرمانبرداری پدید آوردند. مرد بزرگمنیش بناگ نام از اصفهان که از دست اردوان گریخته بود آنجا مکان داشت، خود با 6 پسر و بس سپاه و غند دسته به نزد اردشیر آمد. اردشیر از بناگ می ترسید که مبادا گیردم و به اردوان سپارد. پس بناگ به پیش اردشیر آمد و سوگند خورد و پیمان کرد که تا زنده ام خود با فرزندان فرمانبرداری تو باشم. عاقبت میان اردشیر بابکان و پادشاه آخرین اشکانیان ارتبان 5 خصومتی آشتی ناپذیری برخاست و او به حاکم اهواز امر داد که بر ضد اردشیر لشکر بکشد. اما اردشیر بابکان پیش دستی نموده اهواز و ولایت میسین را که در ریزشگاه دجله و ساحل خلیج فارس واقع بود در فرصتی کوتاه تصرف نمود. ارتبان 5 ناچار با لشکری زیاد به مقابل اردشیر بابکان آمد و در همواری پهناوری هرمزدگان 26 اپریل سال 224 جنگی شدید روی داد. در جریان این پیکار خونین ارتبان 5 کشته شد و لشکری پارتها مغلوب گشتند. آغاز و انجام این محاربه شدید در تاریخ طبری بلعمی که یکی از مفصل ترین تاریخ نامه های عهد اسلام است چنین آمده است: اردوان به ملک جبال کس فرستاد که من بیایم و جنگ کنم به دشت هرمزجان. چون مهر ماه سپری شود تو آراسته باش که آنجا آیی. اردشیر پیشتر بدان دشت شد و لشکر فرود آورد بر سر آب و گرداگردی خیش خندقی بکند. چون اردوان بیامد
اردشیر او را نگذاشت که اندران شهر آید و پسری بود اردشیر را نام او شاپور. پسری خیش را پیش اردوان فرستاد تا جنگ کند و اردوان را وزیری بود داربینداد نام و تدبیری سپاه وی کردی. شاپور آن وزیری اردوان را به دست خیش بیکشت به جنگ اندر و لشکری اردوان به هزیمت شدند و اردشیر سپاه بگرفت و از پس اردوان شد و او را دریافت و بیکشت و با لشکر از آنجا به همدان آمد و مملکتی جبال و همدان و نهاوند و دیناور بگرفت و ملیکان را بیکشت و از آنجا به آذربایجان شد و ارمنیه و از آنجا به موصل شد. با همین دولت آوازدار اشکانیان از این شکستی سخت تدریجاً برهم خورده جای خود را به دولت تازه بنیاد ساسانیان داد. اردشیر یکم بابکان پایتخت دولت پارت شهری ختیسیفان تیسفون را اشغال کرده سال 227 تاجگذاری نمود و خود را شاهنشاهی ملک ایران اعلان داشت. با همین او تا سال 241 حکمرانی نموده به آیین دولتداری زیاده از 400 ساله ساسانیان سالهای 224 651 بنیاد گذاشت. ساسانیان خود را وارثان واقعی امپریای هخامنشیان حسابیده می‌خواستند دولتی توانای و پرقدرتی زمان را بسازند. آنها تدریجاً حدودهای بابل، سوریه و قسمی آسیای خرد را ضبط نموده عزمی به دست آوردن تمام قلمرو سابق هخامنشیان را داشتند. از این خاطر اردشیر یک به امپراتوری روم ویزانتیه الکساندر سیور نامه نوشته آزاد نمودن کشورهای باقی مانده آسیای خرد را که در گذشته به قلمرو هخامنشیان منسوب بودند طلب می کند. رومیان نیز خود را وارث قانونی اسکندر مقدونی می شمردند و بعضی ملک‌های آسیای خرد و بین النهرین را که بیش از 100 سال زیر تصرف آنها قرار داشت به آسانی از دست دادن نمی خواستند. برای همین امپراتوری روم الکساندر سیور از این گستاخی اردشیر یک شوریده سفیران او را حبس می کند و سال 232-233 به مقابل دولت ساسانیان لشکر می کشد. اردشیر یک با مشکلی زیاد حمله رومیان را باز داشته و مقابل آنها جنگ‌های شدید می برد. این مبارزه ها در طول سالهای من بعد نیز گاه سود شده و گاه اوج گرفته سال 238 کپادوکیه و ارمنستان به اختیار ساسانیان می گذرند و موقع آنها در قسمت غربی مملکت نسبتاً استوار می گردد. به قول جواهرلال نهرو در بین ساسانیان و امپریای روم جنگ پیوسته ادامه می یافت. ساسانیان حتی توانستند یکی از امپراتوران روم را اسیر گیرند. لشکری پارس ها چندین بار تا نزدیکی کنستانتینوپل رفتند. آنها حتی بار مصر را ضبط نمودند. امپریای ساسانیان پیش از همه با افزودن نفوذ دین زردشتی و پشتیبانی آن شهرت یافتند. برای بنیادگذاری امپریای متمرکز ساسانیان اردشیر یک چندین تدبیرهای اداری و نظامی و دینی می اندیشد که برای تأمین امنیت دولت و مستحکم شدن اقتدار سیاسی آن مساعدت می نماید. شنونده های گرامی،
شما گفتار 61 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.